Yeah, it's a conscious news from HMPV. Metapneumovirus human. It's a new version from the China. Okay, explain more on the caption, please, everybody. روز بخیر، به اطلاع برسونم که ویروس جدید HMPV یک سرماخوردگی ساده نیست، یک ویروس چینی هست. اون چه تحقیقات نشون داده با علائمی چون سرفه، آبریزش، تنگی نفس، تب از بزرگسالان، کودکان و خردسالان و الخصوص افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند شایع شده. دلایل ابتلا به ویروس HMPV رو من خدمتتون عرض میکنم. این هشدار رو جدی بگیرید. اثر مستقیم به افرادی که این ویروس رو دارن دقیقاً شبیه دوران کووید 19 هست. از دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن این افراد جدا خودداری کنید. کسانی که به دلیل بیماری HIV، سرطان و اختلال خودایمنی هستند، افراد مبتلا به آسم، COPD، این افراد بیشتر به اصطلاح تحت نفوذ و گسترش بیماری هستند. تشخیص این بیماری هم به اطلاع داشته باشید که با مراجعه به پزشک HMPV پزشک با استفاده از سواب از بینی و گلوتون نمونه گیری خواهد کرد. پروسه ناسخ درمانی اون هم اکسیژن درمانی، تزریق سرم همراه با آنتیبیوتیک ها و مسکن ها و مکمل های ویتامین هست و داروهای کورتیکو استروئید ها. علاج واقعی قبل از وقوع قصه نیست. لطفاً شیر کنید. اطلاعات درست رو از منابع و تحقیقات علمی سورس دنیای آرتفیشال اینتلیجنس، دنیای هوش مصنوعی بروز باشید، قوی باشیم و در پایان با ایجاد فرکانس انرژی مثبت بخندیم به لحظه ها و قوی باشیم. تا درودی دیگر، بدرود.